نندو که وجه نندو کات دو سال دیگه پنج بس حضرت عمر خان صاحب تنیم. Hopeless cinema or hopeless stories, because I think in life and in businesses and in jobs and world, there's enough sadness. So you're extremely well known here, obviously because of the Indian population that is here and elsewhere. But you همین like وقتی it here. You have کامیونیتی you have وقتی a home. بیزنس You وقتی are تشکیلات not a شنر here ما today, gone tomorrow حتی person, if you do اوگان like. شمات I یه spend a زمینه lot یا of time here. قوی تر عمل کنه حالا تو بل که گجر سک ولد تره آدی سک ولد تره بله اوگان شما واقعا چی تره مروز چی واقعا دیما بزنسی تجاری صنعت حالا افغان صنعت نزانه شعور صنعتی افغانون نیه بل بزنس و تجاری فهمش ساکه و ساک یه شرکت برادن تجاری سیستم تو که یعنی شعور صنعتی شراکتی وقتی که ببینن که یک قومی گروه صنعتی پروژه هروادی مثلا مسئله صنعتی پروژه هروادی یک قومی شعور هسته گوانده زار جمع کتا مثلا میلیارد تون جمع کو یک پروژه مثلا صنعتی بزنن وای مدیریت کد به سودآوری رسیدی گل آکام غلام کنه نبی زور اصلا واسطه را آزاد بی جنگ تفنگ تیره که مصرف پیتره یه ماشمو لاتی اشپرو جاک سروات نه مچوش کنه نزون آجوی لولتن چوب پلان که بابا آجوی بود جند دما وارد ما به آجوی چه آسمان چه نتوپی نه آوری نه نگواری ما تک تک مردم هرد ببینس وا آجوبی اصلا وات آجوی ما کس ما را هیچ نکن موت کارم واقع بکنه خود به خود آجوی دیگه چی لولتی آخری یا بی دانتانچ تو وایل بچوکل کن شلبی یا زور پرکن کپی ای به موتی ای باچه باسکان در کنان کنه میزنن ما پنج ما شب چی بلوچه ما پنج ششی حد دیوانه نه در زمینه حقوق زنان در زمینه نظام زندگی اجتماعی اصلا احترام متقابل نظام همه قوانین و روابط و ضوابط نما قدیمی نه ما جدید یاد گرفتیم آنچه تو اکو ویل قدیمی و سنتی که ما رو بیتیم آج شده نو که مدرنه ما شون و ما و ترى تطبیق نداره آنچو ویل تو اکو فعلا نگاه یه پروسه چرا گذاری یک چیزی بلده یک چیزی بله سیٹ یک که تمام روابط و مناسبات جنت ده رو چه خرابه کنه پدا 4 سال این روابط و خرابه شداره گیش شداره خراب ترانی کنه جنین بٹاک جنین انگور جنین آنگور جنین زد تبلیغ علیه هم دیگه طوری که انگار این سیتن که دیگه یه دیگه کاران ما رو مردم گرز نیم مردم همیشه توی جنه مردم همیشه تو کی سکنه اله مردم همیشه که تو دروغ بنده با پشته این بی اخلاقی علم چنان بلوچستان بیداده کن چنان بیداده کن پدا ابتکار عمل هم نداره واقعا ابتکار عمل نداره اصلا عجیبه ما فوقلاده آدم بدبختیم پدا همین سنگت حالا من باشی آرمانی آجوی تشکیلاتشان هر کسی ولی بابا تا گوکه لوته پدا همشان هم دیگر دلن همین رو دلن همشان هم دیگر اصلا رحم نکنن نزانین چیه بی آخرا این فضا اصلا مجازی هم کبتر آجوی شهر این استفاده هم چیزه نه نزان آجوی شهر این چیزه بزن هر شهر این چیزه بله یه حساب کتابی نه دنیا چیز شهر این چیزه موچن دنیا آجوی یک شهر این چیزه بله اولا یه پروسه ها نیشن بیلدینگ قوم سازی نه یه قوم تو بعد یه بری وقتی اندرون آیا هرد ببی آیا وقتی عیب و مشکلاتی هرد ببین قوم جند تو که یه مجگه برو که بابا ما آجوی لوٹو آجوی چیه اصلا آجوی ورن جایان دور دین لعب کنن آجوی چیه علم جان نمونه من تراده ای ما مردمی که مثلا ته استان پستش گویم بوده به هر دلیل یا اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی یا اینکه نیم چه سیاسی
ما şana wet me cende vekil lecene. Çün بعد شان بیایم به جای که شان تحمل کا جناب شانش کمک کردین بردیم مرکزش بنادین تین تهرانش بنادین تین حتی مونونه کارشناس یک مدیر میانی مروچی تهران تا کل مردم داشت ولی چنان شان ولگوجه کنه که دیگه هیچ سرچسبه کنه که من ملک وکیلم زار پتی سرابا بزک واجه مرده کیت به نام جلال زیش مپه جای یارت مردک ببخشید یه برای من دین هنچین کیلویت نه دستی راستت چورتت هم آدگیری و هم یدگیری و هم نشه و منشیات و علای مردمیت واجه شدانش زورته همی نو من تازه شپی سهیب تگم تهران مزنی پوستش داده میراث فرهنگی ها وقت همراه بوده که ربطه تهرانش گفته داده ما یا این دکتر کردی یا جنه دا مثلا نمونه من دکتر کردی ناماگری طوری جنه که سرچه اسمه که بابا تو ادیه جنه بابا بیا آقای کردی ما تو کمک کنیم برو تهران بالاترین پستی بگیر دیگه براسید نادینه شرم شده است ده آرام شده است تی جنده هم زوره آقا شما مثلا تو این مثلا یکم پچه تهران ما یک وزارتخانه 4 کارشناس نداره مازان آقا ملک سنترالیزمه فعلا واقعی ما زندگی کنه تو بودن مردم نداره اصلا وحشتناک این طرف حالا تو پد 4 سال بره بعد دیگه 4 سال برو اصلا دیگه برو تو مرو دیگه برو دیگه برو بازم همین سنت مزخرف این کشتن کلوٹ چون کنه تا آدم مرده نکنه همین آدمان هم جنه که پس و ماسا بزی بها کرده دگاری بها کرده نزانین کارگری کرده و زگوان انت تو شان هم جنه او ببخشید کلوٹ چون کت ملک دیما بره حتی ماشمی وتی زابلی براسان هم یادن نگه باور که یاد نگه این ملکا اصلاح طلب اصولگرا چپ راست تندرو کندرو بوده زابلی درسته تمامی این گروپ ها هستن ولی روی چرا علیه هم دیگه خبر دارم شپان نندن یک جای برنامه ریزی کنن پا باندا ما همیشه را هم بلد نه همیشه را هم بلد نبوده هیچ ما برنامه نی می برنامه منقل سره این تو بیا جوانی که منقلی برنامه برابر تو جنن نه جی ساعت دقیقا همین رای متاسفانه ما سک وتی برات جنگان چو استادن سک تمام توانا وتی ما کار برین که آیا انچو بجنه که کلته سر چست مکن دست نگوده گرانه رسیه خوردی واجه هیچ دست 50 دانه کتاب بالاخره ریپرینت کو پرینت کو نوکین و کهنگین بلوچوکیه یارتیه بابا هرچی بودیم پیسری بلوچوکیه یکی کرده یکی یکی خدمت مردم در نظر گیده کاران تو بید همین یکی رو تو باز په کار تاریخ فرهنگ بکن بلوچستان در نظر بگیر نه همین یکی رو منشی ما دیگران بله منی فیلده انتی فیلده ناکو تیموری منه گوشی آقا چین کته میکلاب و سیاحت همه فرهنگی مردم علیه یادم شود بگم مقدم بروش مار تحویلگی سلام علیکم مقدم چونینی تو هنگ نامه نزانه من هوشکته هم بوده نه کردی جاهه آه اما مدیر عامله همی پاس کب که همی سیٹ دوئیں که بلوچم په بدبختی وتیگی کتا همشان پدا مقدم پدا ببارم یا بلوچ الکاپی پوره ہیں بلوچستان در نکتی که بردیشی که من گوشته واجه وکیل ایران من گوشته تو به 2 دانشگاه هاتن طی شمه زمانگاه یک دانشگاهی 3 رئیس عوض بود که حیاتی ترین دانشگاه هم بود مردمانی زندگی یا حیات و ممات مردم سر کار داری بهداشت ها یه تی کار پده 2 تو دیگه دانشگاهی هست 2 دانشگاه شما را دیگه هسته دانشگاه هم برخه برابری هم جابار و ایران شهر شما هنچی مردم هشته نه ورگی هن نه پرینگی هن نه زورگی هن استاندارشان قبول نداری وزیر قبول نداری ولی پهوشکین زور شما هشتگن گشتگی استاندار چیکاره آدیگه چیکاره مردم چیکاره من با تصمیم گیری این وکیل عقله
اون یه وکیل تو چونه کنه تو بیا آقا روبرو هم نه به مردم خبرش کن. ها مردم منطق. بعد همین آدم چی دیگه بلوی چیز اگه وشتی گوشی پوشی فلانیه بابا پوششی چیه کوششی چیه مرد اگه مبوطه توتی براس به جایی نرسته بیچاره همه شما رو یارسی تانی سر مروچی مروچ آیی پوشتی تابی آقا ترا شاطبی بیه بعد اصلا عجیب عجیب بد اخلاقی عجیب بد اخلاقی گوشی منقلی که من جریان هر چه دیگه जी باش گپم بله اکی نبرم ها حکی وجه بعضی وقتا دردم یاری هنچه همه مسائلی که دکتر جان جد واقعا هنچه همه مرد که ای همه کتاب تو انتگت چاپ بکن یا ترجمهش بکنن چاپ بکنن همه گپانی که بعضی وقتا همین مجلس ها منش جنا و گپ از ماهنامه حبل النظران فلان جنان و حبل المتین جنان و از هندوستان و از فلانجا نتیجه کار همه آقای کردیه دیگه من کدی حبل المتین زانان یا حبل الفلانه وایتای کتاب موقع پیل کم تو تیبر بنده ادامه بده من مروچی ما جا دیگ مار گروپ که هست دیه نه 7 سال نیم اما دی دکتر همینی در حمایت چایی که پروپاگاندا شکوه دا بوده مفت کردی بنده خدای ما لطه حمایت بکن انگن و هستیم مروچ ما فعال نه بری برین گندو پیام من چهار نیم مروچی که پیامی داده که دانشگاه پاهره دانشگاه ولایت رئیس دانشگاه گوشته که منی روچا ما اشکو نگوهن که بازی بحث بیگه مجلسان دیوانان تحت عنوان تاریخ شفاهی بلوچستان نو ما قراره یک جلسه بیلن دانشگاه ها که اگه ما شهر متوجه بتون پدا مشت کنم بچار نبون که ما همین چیزا بررسی بکنن و چطور که به چه شکلی بهترین نوعی همین کار ببیتیم من چاره یه کار واقعا همین تیگه پانه دا بوده اشکونه کنم چونایشان انکاس ها نه جامعه تو که من فورا یاد کردم یه تاریخ شفایی وقت امور خان کسن یه مرد گوشته دکتر تو وانت آتکه همین چیز نقد نخبگان تو نه چاره نچارتا نوشته طبعا همین نظر چیزی گروه ما ورنو اما شی داستان من جنین ده این ترا بود تو اگر اول تی نفر بوده گوشاب و بی تو واری بوده و تو درات نخواهش بیتم کنی اگر تی گوشاب بی مرتب مادان جا مختلف خبر نداته و سنگتان تفضا واقعی هم خبر نداته بخصوص همکارم چون دکتر ودود جان دکتر عبدالله زفرزایی دکتر موسی عزیز که بابا مش ما یک سری ورکشاپ بله یه سری ورکشاپ بله کسانی که علاقمندن به تاریخ شفاهی مردم شناسی چیزان عکاسی هرچی فیلدانی که ما مردم داریم وتم مثلا بریم به عنوان مدرس بالاخره یک کارگاه آموزشی بلن که آقا متدولوژی ایشین چون وقتی مطالبان دیتان جمع کنه چون ردوبند ده چون تحلیل بکنه و چون پرینت بکنه در همین راستا سنگتان گروه تاریخ بودن که گروه تاریخ همه زمان ما وارد کرده که ما بودم یحتاجن قرارن که یک ورکشاپی بجنه حالا من نزنشی در همه راستان یا نه ولی گروه سنگت ما خبر کرده میدی ما ها نگوستنه در همه راستا ما عجیب تو یه نقد نخبگان و اصلا نام میشه نقد از نخبگان باش کنه ما وعده مات که ما چه یارو پات کن چرا شدید یعنی بد زبانی بد کلامی مثلا با هیچ اصلا نزانه چطور مثلا انتقاد بکنه این واقعا ما اس کنم یه چیز تو که یه نقشی ایفا تو شهرین وجه ما جان جانه ما همه باز گروه جانشی پار کو نقد باز نخبگان چطور که مثلا نقد چطور این فلان کار نقد که وجه ایشه گوڑ یرانشهر مردم گشته
آدی اینچو مردو 600 سال هم بازه نه اندو گند هزاران گروپ واتساپ یادی کمتر تا معتقد مردمان زبان لمتر بی مؤدبتر بی درستابیتر بی یادی اصلا فحاشی اشکال اعلان خلاصه یعنی میمانگه نخبه مردم الکاپتر مردم درو بردن بلوچستان ده جمع کتن تا وول بیته تو درات که احتمالا مورا من در آقا نزانین اگه می دست لگته در احتگان بعد گروپ سک بازن لیست یه مثلا هاتی بری بری باز هیچ وقت موتی هم بزن باز بچه ها سگ اینا مروچ منوال داته بلا آبادی حالا من تو هانشه مونسانه ودود جان شان پرسین دکتر ودود جنده یر کتگه ای مطلب شان پرسین احتمالا در همه راستان چون تقریبا در همه راستن دو ودود وقت جنده یر پیش کتگه ما ودود را یه یر کتگه مقاله مشترکی هستد که چاپم بو الحمدلله پدا تهمی مثلا ما گپ کرد گرایی دکتر عبدالله که بابا شما ادام مارش که به کنج کرده ما هنچو حالا پکسهیت شما دیگه شما حداقل همود کن فعلا جوانتره تو سای کشه تو شما توانتی مثلا دی ما برد و من دقیقا خوشحالم عبدالودود سپاهی یر کتگه همشیه مطلب من عبدالودود یر کتگه خوشحالم که بودن حداقل یک پایگاهی بوده بخصوص مردم شناسی و زبان شناسی و به قول معروف تاریخ بلوچستان باره ادبیات یا ماحول بلوچی ترین مثلا می برنامه ما زمان همشیت و کم کم حال توکی کاری بی بودن ولدریگتین که دانشگاهی مثل دانشگاه چابهار به جز یکین که کام فردی این کاره عبدالغفور دکتر عبدالغفور دیگه هیچ اصلا انگار این دانشگاه هیچ ارتباطی با جامعه نداری هیچ ارتباطی نداره بابا یونیورسیتی باید اصلا فلسفه وجودیش این که مستقیم با جامعه ارتباط داشته بید در تمام بخشان صنعت بیشتر اجتماع بیشتر اقتصاد بیشتر بهداشت بیشتر هر چی ولی انگار نه انگار که دانشگاه چابهار هست یا نیست چه تأثیر داشته در چابهار من تعجبم واقعا تعجبم چه دانشگاه فلسفه وجودی تعجبم و رویش هم بدتره بی رویش هم بدتره بی اگه وکیلانش پرسکات رئیس دانشگاه که اصلا شاید مزان که بابا تو کم کی مردم چی بگوشی والله فقط جاراب جته مردم حیرانه بی والله حیران مانی جی و تیمور پایل که من اول مقصد همیشه فقط من بگوشم که همه چیز هسته که در مورد تاریخ شفاهی گپ جتگد که من نوشته که منی روچم باز مردم ابر ها که تاریخ شفاهی مورد ابر کنگانی ورکشاپ آرد کنن که یہ موردش ترکا بکن تا وغیره وغیره هرکل لوٹی باهر بزیدی تو فلان محمد صدیق هم علیه حتی مدت های مصاحبه اگی در حد و توان به هر حال اما صدیق دیواری هم تیمی تاریخ شفاهی باز یعنی و خوبه این شهر جونز داری حرکتش دین ما جی شهر رو جان ضبط ما کن به افراد جن سر مختلف جن پاد واجه تیمور خان گپ میگوم از ضبط نباین هیچ نبایم میگوم و تیمور خان هم دین گروپ هر رو پچین ولی یکی الله توفیق من ندهند این چی الانجا ما همه ایشی دیسته در یک کچمی واتساپون یکی از همین گروه ها میشه هستد عبدالودود من سپاهی یک بله بله تو کمو که گپری وحده بعد پرندوشی دکتر عظیم در مورد یک جلسه ای که الان هستشد لحظه گپ کو که مال همچی برنامه ای بوده نو من تصور کو که شاید همشی بوده که دکتر پرندوشی حبر کو من پیشوت شش تعبیر کنم دیگه اعلامیه گپری نه مدتی آی هنگ واسه دکترشان گپه هنگ یک تکتن که یه سیمیناری بیتا که آی مرد نام گپته موش گجر نامیت آی عبار کتا و پدا آی منتقد ولی دکتر محموزهی و دکتر عظیم و پدا دیگه گجری هم نیالا گجری هم تا سه نفر نام نوشته که شما انتقاد کتا یعنی کانتر آرگومنتش کتا در مورد مرده برا همین عبدالوزید یشی هم یک کتا مورد من دی تو ایشه رند برا همین گپ تاریخ مورد جته
عظیم شدم چی دکتر گفتن لکتر زانه چونه علم جان نه هنو گوشی کشار دو تاکی جایی ای هر دوی مردم شاگرد تگن هم ودود هم عبدالله سفرزی یک دیگه جوان تری ها البته شاگرد نبوده ولی گوه من سفرزی ارتباط داری بنام بلوچی؟ یاسر ملازی ها بلوچی سیستانی بلوچی سرامانی اوکی اوکی سرامانی نه نه که نه سیستانی بلوچی واجه سیستانی ها سفرزی سیستانی و اشین اول بلوچی ها جی واسه پدا گجری بل دیگه جوانی هست سربازی بنام یاسر ملازی که الان دانشگاه تهران وانگه که گوشتون مستقیم دانشجو نبتر گوه من ارتباط داری یه سه نامانا زبروتی یادگوش ها بکند من مروچ هستون نه خدا ایشان خیر حفظ بکنم مزنی نامه عبدالودود به مزنی عبدالودود استاره من نجات بلوچستان کنه تاریخ آسمانا یه هنچی استاره من درب شوکین خدا بکنه یعنی که نه ای من مطمئنم برحال چه گوندی ما وقتی یک رزانه گنده اما راه رو بگش اما ها نندگش درچ که بادا دوتا که بگش جا که کل فکرش بلوچنده دقیقا دقیقا یه سک مزنه همه هنو مزنه همه عبدالودود و هنو همه هنو هم ورش باز داتا جور کنه ها جی پدا هنگتشان با اوتی پختگی ها انشالله رستگن گشتر رسن یه سگ خوب به و شانی بعد شاگردم انشالله باشه جان عبدالودود پهره استاده ها دانشگاه عبدالودود پهرند عبدالودود و سفرزئی ها همه زمان محمود تون شان کاران ما انجام داد این آخری مردم آنه تا کارش انجام بود پدا میاد تو این گروه شهر خدا و تو خیر شان بدنم دوره مدنی کار تو لیسانس منی اولین گروپ دانشجو هم بودن اولین گروپ دانشجو منی من شیراز که اتون همین مردم بودن دوره لیسانس ها ولی ارتباطش میشه بوده تا استخدام زگم کنن تا مولا باز با فوق لیسانس گفت فوق لیسانس مشان استخدام کجی شهر و دو شهر دبیر آموز پرورشد من کشت بو که هم سفرزیم به همین فرم البته بازی این رشته دیگه بودن ولی تاریخی دویم بودن اصلا این برنامه آزمان شیعه 70% کادر اعضای علمی بلوچ من بودن و بالا 80% کادر اداری که ما بلوچ کنه و تی زمانه که ما وقتی کادر کو تقریبا بری عدد نزدیک انو کو نه ولی انو نه دکتر یرنگ نه انو نزانی من یک عادتی دارین شونین وقتش جای رین دیگه سکن زیاد مثلا دخالت بکنین زیاد مپرسین و به هر حال درستم نه نه ولی منظورش همیشی اینه که هسته در حد ایت علمی همیشی 50 نه بلوچ 50% نه ایت علمی نزانیم واقعا آماری نداره اگر من یک فیگوری عددی بگوشی شاید درست مبی بانته ولی همایی 50% که هستن کیفیت داره همایی که هستن کیفیت داره لحظه هم میعتقن حالا من شنزن رشته های دیگه هم ولی ایشانی که به ما نزدیکن ته ادبیاتات تاریخ ها مردم شناسی ها نزانین زمان شناسی ها ایشان به نظر من در دین بچکن مثلا الان ته تاریخ ها بودن ما 3 بلوش داره من فکرم 3 مهم 4 همه تا رشته های گجندی هست علوم انسانی رشته انشان بلوچان به ما ایشان مهم یعنی مثلا انصافا گفتم بلوچان بودن همی دوین هم به اضافه خانم دکتر علوی آکایی هم نشاگرد نصرت خاتون سراوانی مردوی مولای چوکه آی هم جز من اولین دانشجو هم بودن این سه هستن ایشان در ترنش آدیگه آنه هم کارا من گشت کاران شگیندی نه هستن و دیگه بلوچ مثلا هستن مردم شناسی هم مثلا که بودن دکتر امان الله تمندرو امان الله بالاخره به یک شخصیتی این پاوند خبر داره درست پگوشتون یکی دکتر موسی میگه گرگ جنتن کماش متوجه یا نه دکتر موسی ایشین که ته این رشتان بالاخره اگر 2 3 1 ها درد سگ درد جان شهر گپ پیشی دیگه رشته هم بلوچه برای رشته مهم همشه علوم انسانی رشته نه تاریخ ادبیات جامعه شناسی نظام یه رشته هم بلوچ به من سک شهرن دیگه مثلا طب و نظام پزشکی و پرستاریش هم متخصص شهر کجا که اینجور مهم نه بله تاریخ ها مثلا ادبیات ها شان اگر شان سرگرو بلوچ ببان شانی استاد بلوچ ببان یه سک مهمه یه چیز
گشتر فایده دین ادبیات کامانه 4 نفر حداقل من زانی 5 نفر من زانی و ها خیر لاتین قدیمی بتگن مثل که اون البته ما بورس داد شدن 3 نفرش فوق لیسانس تا پد ما بورس داد شدن پی اچ دی تهران حسین ریگی که مروچن شیرخانی کرد فامیل و پدا اسوال درماشیری و سید دامنی پدا یکی موترس مگس همیاز پروشه چستون کو یا فامیلی میر بلوزنی ول سپاهیه بلام های اسحاق دکتر اسحاق پدا یا دکترایگی پدا یک دیگه جوان که بودن هستن محمد اکبر سپاه دانشگاه تهران وانتا هم دردیم بچه که 5 نفر حداقل بنزن ته ادبیات ها هست بودن خوشم دارن کار کنن بندگان خود بلی که ادبیات فارسی درس دادن ولی در مقابل بلوچی خدمت ها هم کنن مقالاتش بنگینیم دیمای آمندگی و بلوچی بانی هم بودن خیلی خوبه خیلی کاما کاری که مثلا تقریبا که حالا در یک اشل دیگه ایشان در ادانه کردن مثلا عبدالغفور یک نفری در که در چابها جان یرانچه یکی می دانشگاه ولایتون یکی دانشگاه علوم پزشکی یه دوی پولیس سایز بیتگن آره وکیل که بود 2 سے 4 نفر بهرال چپاینی شن تو کا چه بلوچانه چه زانتکار و چه نازانت بهرال بلوچان تو به یه شکلی بارتش علوم پزشکی تو کا هم بارتش رو ولایت تو کا وکیل یه کارا کنه آره وکیل که دیم 20 نفر هم تو گفت کنشن تو که دوی دانشگاه تو ارگنایز بودن ولایت ارگنایز تره من شما رو بگوشین یعنی یک نصابی سراشت شما اولا که علمی ترین تا دانشگاه علوم پزشکی البته چی تنها آمان میار نه تکل کشور به نظر من هنگه همه روح بهداری چی غالبه روح کارمندی غالبه و پد استادانی که هستن نه که طب بوی بهداشت توی چیزانه ایشان بیزنسمن والا هن دیگه زیاد مثال اکادمی که نرون من فکر کنی ای دانشگاه های دیگه اکادمیکتر و ارگنایزتره یه دیگه واجه گفت نه اتفاقی واشد که سلام بلندیمان واشتل و ما کمو رانندگی کنم ولی راند کام انیش کنم شما درود دکتر عظیم صاحب جو سیاست ایشون دانشگاه ایشان که تحصیل کرده خارجن ایشان هم زیرن یا نه همچین چیزی هست واجه قدیما که سک راحتت ما برش احمدی نژاد و اینگوری داخلی و خارجی البته هیچ موقع فرقی نکرده مدرک معتبر به پاکان شانس رسی بله قدیما ایشیت که دانشگاه وطر اصلا یک هیئتی داشتی مروچ آیی هم هست به نام هیئت جذب ولی دانشگاه طرفا لوتت شورت لیستی کو طرف لوتت انترویو کو رزومه دی دانشگاه نامه نوشت به مینیستری که بابا این مرد من لوتین یه خانم من لوتین بی دلیل دلال توجیهی هم نوشتی هم. نون طرف کاربار بوده هنو برعکسه هنو کل کشورها یا انچو نکنه گوشی دانشگاه یا تو پلان رشته یا مردم لوته بودی لیست بده مثلا شما انکه مثلا مت تا لوتین انکه رزانی کیمستری لوتین انکه فیزیکس لوتین انکه ادبیات لوتین انکه فلان 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 تو این نامانا ده این نامانا که ده این اعلان کردن کلی کل کشورها که اعلان بی وبسایت چیا وزارتخانه یا وزارتخانه نونگ چیه نکن افرادا به دانشگاه اعلام کن که آقا مثلا 5 مردم پی سیتا وشتاتا این کاندیدیت نون پدا آی معرفی شکن اعمال نفوذ کن شوی یک شورلیست با پدا ادان کی آمن گنده تی مردم بورنه 5 دیگرن چه 5 مثلا تو گوشه منا یک گرزه یکی نه دیگه
بره تاوتی پدا هما هیت جذب شروع کنه کارا نکنه گوشه آشی نمره یارتا گوڑا نوشو سر مازوره بله امکانی ها نه اینکه امکانی نی ولی سیستم عوض بده عادی رئیس دانشگاه و هیئت رئیس دانشگاه دست تا زمان خاتمی حتی دور اول احمدی نژاد پشترد ولی هن برعکس بوده برزا شروع بی یعنی سیستم گیچینه استاد جی منتها شهر مردم بزانت که یکی هو بواقعی بیت بود کار بکن تم رای بلد بیت بچه رای برو نه اولین چیزی این که بودی مدارکم باید بیاری آی که در نای حتی ما هم کرپته آنگرم وانته مدارک داته بیا قسمتی این که ارزیابی مدارک خارجی در وزارت خانه مدارک ده بودن و تی مستندات آیان این مدارک ارزیابی کنن که رنگ دانشگاه چارن تو برای تی صاحب کتاب نو بر اساس های تر تاییدیه ادامه اولین کار ایشی یعنی اولین کسی که هر مدرکی داری هر رشته های وابسته به وزارت علوم رو علوما رشته ها وابسته به وزارت بهداشت رو بهداشتا یه ارزیابیه به نو مرد سرتیفیکیت که دا که تو مثلا بله پی اچ دی گفته یا هرچی نو طرف کده رو برای جذب و رو دنباله فراخانی که داته ته وبسایتان که فلان دانشگاه مثلا ته فلان رشته مردم بلیوتی رو بوده بودی نام لکی تو تی مدارکان دن تو بعد کاری کلاه شد جی منتها دیگه سنگتان برای عالی و ده تیمور شما لوٹی تبری بکنه چه هست کتابی که دادوار وانتگه تا قسمتی که تا لوٹ تا کم که عبر بوده گیش کنه اگه چیزان باره لوٹه یک درگاسته بوشه که این جنگ چون که مثلا بلوچانی که او ده تظاهرات کتن تا ایوادشی تا چون کاتانه اگه چیزی رو واسطه کنه جیوشا مربوط به سالهای بعد از 48 1348 باشگاه اولین گروه چریک یه تگد پدا 49-50 یک تعداد دستگیر بود که در بلوچستان غربی و ایده یک تعداد که بلوچان تتکه رفته کراچی و گران این جنگ و این اعتراضی که در لیاری بود علیه شاه ایران و مرکز فرهنگی او چی بود یکم کوی حمله ای بود و تظاهراتی بود شی مربوط با زمانه نه ای گپی که من جنان در ارتباط با نوشته های میر گوزبخش صاحب که علم جان وند جز ایشیت که آیا متوجه نه که چه اتفاقاتی در زمان در برهه زمان در بلوچستان غربی پیش یاد اگر من اشاره کو که در این زمان بود و اشرف که گوهر شاه ببی بعدا را کوته که من کم که توضیح دا که از قول میر صاحب البته حضوری که داشت که سیکو به حاجی سعیدی که من نشته که ما هم گوش داشت که گوشتی ما اشتباه کرده یعنی و من در جلسه پریاد کرده بل می واجه چوش خوب نبوده منظوری میدهد الله که مسائل پیشیته علیه اشرف که بعد ما ضربه ایم چی در این زمانه لوٹ توضیح شیعت و دومی مسئله که در اشاره کو در میرکوز بخشی کتاب تا اشاره در مورد عبدالباقی بلوچ عبدالباقی بلوچ از پهنات پیتی سندی از پهنات ماتی بلوچی و شی
اولین کسی است که در مکران به اصطلاح نماینده مجلس بود، یعنی اولین بار در تاریخ بلوچستان که خان و نواب شکستوار از دست همه عبدالباقی بلوچ. بعدا دیگه مسائل پیش ماهی یک چیله کتی تمی روزنامه آنو به این شکل نانوا و به صورت پنهانی زندگی کو تا آخر و گوما و سنگت بنده خدا. یک دکتری هستند معروفه در کراچی به نام دکتر بلوچ، همایی براتت مستره. در انتخابات دوم آنچه که میر صاحب نوشتگت همشیت که به همان محمد هارون یا محمود هارون در کراچی باخته اید و محمد عارف محمد حسن خانی که در خزدار هستد، باز در این کتاب یادآوری بودگد این محمد عارف که معروفت به عارف جان، همه ویدی که ما حمد اروپا همه تو کشک بود، در یک مسئله نزانم به زنجوان دست کشک بود یا دیگری کشک بود. ایشی لوگی شه عمرخانی گوهاره یعنی سانگبندته محمد حسن خانی و گچکی هم. دیگه اگه توضیحات خاصی اگه جست خاصی هم بلکه بیهیالو مشانه به این خاطر عرض کوی دوان من وسط چه عرض کو من معذرت لوٹا چون همزمان داشت ضبط بود نزانو ایرادی هستیت یا حسنی. در هر حال ما دو تا موضوع در حین ضبط در حالی که علم نه داشت حسنی هست شهره که توضیحات دادن اگه باقی توضیحات داده تنگ شد. حال باقی که من سک نزدیک بودگانگونی سک چیرت به صورت پنهانی زندگی کشید زمانی که نماینده مجلست با چوک کیت چوکی یا گوهاری که نخست وزیرت عاشق و معشوق بود دیگه برنامه های سریت تیرش کو تدکیه لندن 200 سال ایده بود یک سری مطالعات کرتگت و این اسناد انگریزان هشی آزمان به صورت چیته ازا آپارات های قدیمی هسته که با دستش چرخ داد چرخینت که وانگی بوده نوشته ده شی بازه فیلمی چمشا هسته تو منی گوش که شامنه هسته در مورد می بلوچستان من پایست که کمو که عمود مطالعه بکنم شی اول راضی نبود تو بالاخره ما راضی کو ما را این دستگاه ها نرسته ما گوی سنگتان که گپ کرد تو تاج محمد بریسی و ایشان گوش که تو یک کاری بکن که ما بتوانیم بگندیم بله مشکل دستگاهانته که آپارات نیست تو قدیمی ته گل ما یک روچی عبدالباقی گفت بالاخره من واپای من شان بگندم گوشی بابا شما تو گنده و نبین شما دستگاهی تو بیار بگندید گل منی برو اما روزنامه چیه ندای وقت کراچی منی برو نوای وقت نوای وقت ها نوای وقت منی گفت تو گل یکی انتخاب که گل ما همه یکی 9 متری انتخاب کو چون که در مورد همه میواجهان جلاوطن علی محمد خانی و پنجگور و این مکاتبات و ایشانت گوره ما همه 9 متریه گو که بزوری گوره همه 9 متریه من زورتی و منی بگو وقت گوره همه نوای وقت که گوره منی پیش داشت یعنی بازی مطالعه این کرته گید ولی شون پتشان ننوشتو چی نکو خراب بودتگد یا خرام ولی آدم با سوادیت آدم با بازش نام عشق بوده باید امر خون بازی باقی بلوچ نام باز جام عشق بوده یک زمانی هنچو معروف بوده که حتی دوچی در پاکستان در مکران یک دوچی بوده به نام که سر زی نکمش می جنین آدمان زیان نقش و نگاره یک دوچی بوده به نام دوچ باقی بلوچ
این که معروف بوده ولی پدر دیگه خراب بود. یک روچی حاجی سعیدی رفته گد به بیر صاحبی گندوکا یوسف و مستی خان و آیه پت اکبر خان فکر کنم نامی پتی منی هم با گومد که راه بلد نده حاجی صاحب، همیشه باید یکی گونی همراه بتین که تاکسی بگاشته چون کامرو ما ربط اوده و اتفاق میر صاحب تهنکار نشته گد ما ربطین و نشتین و همه مدت بیژن مامو و یک روزنامه هم گونیت دیم میر صاحب کو بچا که ای یک خبری داتی باکی یک چی لکته میر صاحب وان تو همه روزنامه ای بل میر صاحب زاند کشی یک گوما ارتباطه مخلا گو امانلا سک نزدیکت ما امانلا جد کشی تو از کجا درگیته گوش همه سال دادشاه گوش آثار ایشی نماینده مجلس بوده ما از همه زمان ما و جمعه خان و ایپات جمعه خان و سنگت بوده پیسر آیا هم دیگه زانتا بل ما از همه زمان سال 32 33 همه مدت بشی گمه آشنا بوده کهنه آشنایی بالاخره نو میر صاحب داد همه روزنامه به دست حاج سعیدی وند گوشی ها هنچو هم بکن هنچو هم بی بره نو میر صاحب توضیح داد گوشی وجه شی همه مرزیت که روچین زمان ما هر که دیمشی در قرآن بوشتاتی ما شکست با هنچو که شیخ عمر خان روچ شکست با مروچی نه روچین نو ای بدبخت گوشی به ای چی رسته به ای بدبختی و مقالاتی هم یک تنقیدی که از عطاالله علیه بکتی میر صاحب هم هور که بر کمتر گشته آیان که باشکا قومی چیته نه قومی سرپرسته گوشتی که اصلا بلوچستان دستشان بدبخت بود گشتر مقالاتی و در این راست هم زمین گوشته باکی میچی بیتا یعنی انقلابی مردم بیتا نه علوم مخالف سیاسی بیتا بنتگد کبیره علوم سیاسی بنتگد علوم سیاسی قبایلی بنتگد سیاست ها و یک قبایل پرستی هوش مخالف بیتا نه رشته مردم همی وولت و آلی و مردم توانمند بی و پیتی کارمند پستی بوده و بعد شام به مکران خدمت کرده پیتی و هنگه تا زمانی که من منامور کانتون جنی و جنین چوکی دشتته یک مرد چوکی هستید که ایشی همود درس من باش کپانگیت در کراچی ولی حالت پنهانی زندگی کن یعنی تا آخر پنهانت و برات نامی دکتر عبدالمجید جراحیت که بعد چه دبی رفت و شیخ رئیس بیمارستانی بود در دبی و الان لندنه براتی الان لندنه بازنشسته میشه همه از زندگی مختصری از زندگی عبدالباقی بلوچه باز نه عبدالباکی فعال سیاسی اجتماعی بیتا نه انقلابی نمونه فعالی بیتا ایلورتا یه بلوچستان پیم ببی که هر یه بلوچی به ذات خود و تاری قدرت ببی و تصمیم بگم تو واسطه ای قبیله و سرداری نظام که یکی هزاران نفر چو پس دابا و دنبا کشان بکن ایشی مخالف بیتا یعنی سکه اندیشمند بیتا رنده بلی اگر باز نشه تا شراب وارد این مونگو برای اولا باز تاثیر گذاری تا خاص کر کراچی سیاست دوکا ماندگاری اثر بیتا اینه هم چون مثلا بوٹو نام اگر آده کامن تو که نہیں جو بوٹو ابتا لیاری های باقی بلوچ هم وجه کهنه مردم ذکر خیر کو جوانا بدو گشت بچه که در مقابل شان اوشتاته گد نه ولی این مدت دیگه کپته گد فقط نوشتی و با همین نویسک دیگه به قول وتی چارکران زندگی گوست نگوست بدبخت سگ چیاد اصلا سگ تنگد بله دیگه چی بوده گد
جوانان که خب بد گوشت، ولی کهنینا همیشه تعریف کو و همین تعریفش کو کوشی که دوچ نام بوده منام باکی بلوچ دوچ دست دوزی دسک معروف بوده یک زمانه البته. اذا 10 मेरे गासोस बेजंजू ये दावा गुशी 10 ضبط منکنه نو ضبط بگه نه خیر گوشی visit of Iran's Princess Ashraf Pahlavi. Ashraf Pahlavi گندوک چه ایران Ashraf Pahlavi Prince Ashraf Princess. A couple of weeks before NAP موقع که مخالفی ایوب خان برین جماعتی ازبان پاک مخالف بود National Awami Party formed the government in Balochistan. چیزی و اب تک ران که ناپا اسی حکومت اڑکو بلوچستان. There had been widespread anti-Iran protests throughout Balochistan and the Baloch populated areas of Karachi to condemn the atrocities of Shah's regime in Iran's Balochistan. گوشی چیزی اب تک ران که ما حکومت پایم کو بلوچستان زبردستی درین بلوچستان و کراچی هر یک بلوچ نشتن شاه رژیم خلافه شور پتورش کو پرچه ظلم کنه بلوچن سر. Portraits of the Shah displayed at the Iranian Cultural Center and in the restaurants owned by Iranis were torn up and burnt. وشی موتو مزنی که هر جا که خانه فرنگ ایرانه که وطلی هسته ایرانه بود درد دور داتن تو سود کنتش. There were large-scale arrests following these incidents. بعضی معلومش کرد دستگیر کمی اتفاقاتنا. Most of those arrested were either NAP workers or BSO activists. گشتر چه دستگیر بیتگینا یا NAP مردم تن یا BSO ہے. BSO تیما عارض BSO دیرگی. Mr. Bhutto اتمن رئیس جمهوری تیما was not unaware of the anti-Iran feeling prevailing in the city. وشی بوٹو نازانت نها کہ ایران مخالفین احساسات هستن شهر تو کا. Our government was yet to settle down to work. ما government انگا نو کشی انگا انگا settle نیک کار بکن نوکم شما نوکتن ساک. Nevertheless, Mr. Bhutto deemed it appropriate and safe to in what profiled sister of Shah of Iran, Princess Ashraf Pahlavi, to pay a goodwill visit to Balochistan. The apparent purpose, in my opinion, was to show that the Shah was popular in all parts of the country, including Balochistan, and that there was no ill will against Iran anywhere. However, in our view, the conditions in Quetta were certainly not ideal for such a visit. So soon after, the public display of strong anti-Iran feelings. گوشی بوٹو لوٹت یہ ملاقات و اشرف پہلوی هم اکثر شک بے خاص کر بلوچستان پیش بداری و بوٹوانی چیز لوٹتے کہ بوشی کے پاکستان درین سجیم پاکستان بچکو ایران سانگتے ہیں اشرف ہاں خاص کر بلوچستان گندگی تمیا لہذا کوئٹم بل موازانت کا گندہ یہ وقتا صحیح نہیں. Mr. Bhutto called me and Chief Minister Sardat Bhutto Minister Zangja Watala Mengal Chief Minister Kibya Rawalpindi for a meeting to discuss the prerequisites for the royal visit. Kibya Badshahi Khandani Vichye Mulakata Ya Gapguzar Kane. We met Mr. Ma Bhutto Chare says the Mazan Sapta Doma Genduko. There we came to know that the princess would be flying from Tehran direct to Quetta. Gushi ma gudamoda amin zanta atken ke ye Ashraf Pahlavi seeda cha Tehran ke Quetta. Given the background I have just described, gushi mi cheez ek manishwar gwashta. This was like throwing a challenge to our government and the NAP GUI leadership. Gushi ishman ashe ke
Danda Masartuaka Bajana Hukumati Nuki Markta Napo Juya and Molla Emne Pagi any Jayuya Amshi Molla Kolasa Jamaat Islami shi जमात Jamaat Ulama इस्लामी end Jamaat Islam Jamaat Islam ne Jamaat Ulama Islam inami Jamaat Ulama Islam JUI Jamaat Islam degree but yeah bara dini mishi وش خلاص ما واسطه سختی aber یک گوشتی بابا بوتوگا با کیشی آرالا we decided to accept the challenge ما مجبور تو شما شور کو قبول کنی as the president or Pakistan had already extended وش پاکستان و رئیس جمهور دوینا پیسر دعوت نامه داتا extended the invitation and the Iranian princess has accepted it و اشرفان قبول کتا دعوت نامه شان داتا مرد چاره نیستا our government couldn't say no ما نه گوشت نکو as a traditional hospitality of the people of Balochistan, Mehman Nawazi Marufa Balochani demanded of us to welcome our guest and extend full honor and respect to her. Mamajburtna Yatrama Badarno Mehman Nawazi became Balochi Hatra. As Sardar Ataullah and I were flying back to Kuwait after our meeting with Mr. Bhutto, we had a feeling that Mr. Bhutto was deliberately confronting us with a fate accomplished by inviting the princess to fly direct from Tehran to Kuwait instead of the usual practice of such high-profile visitors first arriving in the country's capital and then visiting other places. He was putting our 14 days old government to a serve test. Seen from a negative angle, any mishap during the royal visit could be blamed on our government incompetence or even complicity. Gushi Botua Badwai ko मैं गुमा फिलवागर अना मनाता अलग पछतारगत मचरिशी बरखलाफ आदगे हुकूमती इसी के तेहरान रवा इस्लामाबाद या कराची निकाया इसी सीधा हाथ क्वेटा कि मारा जिम्मेदार बिठहराइने अगर हर दावे मुश्किलें भी ये मुलाकात भी यानी माँ मनाता अल्लाह ये जिम्मेदारी अबजीर है और ये मुश्किलात में सर आवार बाबा इन फिलवागर मचरी बड़वाई करने में गुमा वांचो इदाम या आदि वक्त के वान निरान मैंने So telling Masara Pan again, the lap of Mardo, I got Pachin Ban, Turkashi. Bande, salam vajan, diwane vajan, durustan. Salam, Ab bande Mir Sahib, Mike. I'm getting a word come next show. Ana neshta da aste, vale